ظاهرش که خیلی قشنگه. ببینم طعمش چطوره. مطمئنم با این ادویه‌های خوبی که زدم خوشمزه شده. سلام سلام سلام، حالتون چطوره؟ خوبید؟ خوش میگذره؟ همینطور که میبینید دوستای عزیزم، هر شهری یا استانی برای خودش یک کلوچه مخصوص داره، مثل گیلان، مثل لاهیجان، مثل کرمان. امشب من میخوام یه کلوچه به شما آموزش بدم مربوط به استان خوزستان، شهر دسفوله که خیلی عالی، خوشمزه. من یادم این کلوچه وقتی درست میکردم، پنجشنبه های آخر سال اینو درست میکردم، به مقدار خیلی زیاد میبردن توی قبرستون. اینو به عنوان خیرات میدادن برای امواتشون. نمیدونم الان بازم این رسم هست نیست. اگر هست لطفاً کامنت بذارید ببینم آیا این رسم رو بازم اجرا میکنن یا دیگه کات کردن، انجام نمیدن. حالا میام که به شما ببینم که مواد لازم چیه. آرد گندم به اندازه لازم، شیر نصف لیوان، روغن نصف لیوان، شکر 1 پیمانه، زیره فرق نمیکنه، زیره سیاه یا سبز فرق نمیکنه، جوش شیرین نه، بیکینگ پودر 1 مقدار، خمیر مایه و پودر هل، زنجبیل، 1 دونه تخم مرغ. همین. این کلوچه الان توی شهر دسفول توی مغازه میفروشن، ولی چون ادویه نمیزنن اون مزه قدیم رو نداره. این کلوچه هم مزهش به ادویهشه، به زیره و هل و ادویه‌ای که در هر صورت اضافه میکنن. میریم که درست کنیم ببینیم چه کار میکنن. 1 عدد تخم مرغ دارم، اینا سفید و زرده هر 2 تا با هم. روغن اضافه میکنم، شیری که به دمای محیط رسیده، خمیر مایه هم به اندازه 1 قاشق غذاخوری بود، اینم اضافه میکنم و یه مقدار زمان بهش میدم که حباب بزنه بیاد بالا. شکر هم که این بستگی به ذائقه خودتون داره. اگر دوست دارید کلوچه‌تون خیلی شیرین باشه شکرتون رو اضافه کنید، اگر نه دوست دارید شیرینیش کم باشه میتونید از 1 پیمانه کمتر. من 1 پیمانه کامل اضافه کردم و اینو کاملا مخلوط میکنم که شکر و تخم مرغ و خمیر مایه‌ای که خمیر زود درست میکنه. خب اینجا 1 پیمانه زیره داشتم، زیرهش هر چقدر بیشتر باشه، نه دیگه زیاد که تلخ بشه. من خودم این کلوچه رو پرزیره دوست دارم. خیلی هم جزء ادویه‌های مفیده، مخصوصا برای دوستای عزیزی که رژیم دارن و دوست دارن چربی اضافی بدنشون از بین بره. وانیل
1 قاشق چایخوری زنجبیل، پودر زنجبیل، بیکینگ پودر و گرد هل. هل خیلی کم بزنید چون وقتی زیاد میزنید تلخ میشه. یه عده از دوستان سوال پرسیده بودیم که نظرسنجی بود، ببینیم که چه خواننده ای رو دوست دارن، بیشتر تمایل دارن که از کدوم خواننده ترانه اجرا کنم. بیشتر از خانم هایده رو نظر داده بودن که از این هنرمند عزیزمون اجرا داشته باشیم. به روی چشم حتما. خب تا این مایه ما استراحت کنه خورده زمان بهش میدم. شب که از راه میرسه غربتم باهاش میاد، توی کوچه های شهر با صدای پاش میاد. من غمای کهنمو بر میدارم که توی میخونه ها جا بذارم. میبینم یکی میاد از میخونه، زیر لب مستون باز میخونه. مستیم درد منو دیگه دوا نمی کنه، غم با من زاده شده منو رها نمی کنه، منو رها نمی کنه، منو رها نمی کنه. خسته از هر چی که بود، خسته از هر چی که هست، برمیگردم ببینم، برمیگردم. ببخشید تا یادم رفت، عذر میخوام، تمرین میکنم دوباره. خب اینجا این مایه ما آماده شده، آردمون رو به اندازه اضافه میکنیم که خمیر به دست نچسبه. کم کم اضافه میکنم، هم میزنم. اندازه معینی نداره، میگم بعضی آردا زود جذب میشه، جمع میشه، بعضی آردا خیلی دیرتر جمع میشه. اینه که همیشه زمانی که میخوام شیرینی چیزی رو آموزش بدم همیشه گفتم به اندازه اضافه میکنید که خمیرتون به دست نچسبه. فکر کنم برای مقدار شیر و روغن و این چیزهایی که استفاده کردیم همون 3 تا لیوان آرد رو لازم داشته باشیم. دوستان همینطور که میبینید خمیر ما آماده شد. ببینید به دست اصلا نمیچسبه. اگر خواستید خیلی راحت خمیرتون جمع بشه، به دستتون نچسبه، وقتی آماده شد سعی کنید کف دستتون رو یه مقدار چرب کنید و اینو
به این شکل در میارید، میذارید کنار سطح کارتون. یه مقدار بر میدارم، اینو به این شکل با دست صاف میکنم. خیلی خوشمزه. من پیشنهاد میدم که حتما درست کنید. بعد از ظهر با یه چای تازه دم خیلی خوب میل کنید. مطمئنم خوشتون میاد. مخصوصا که این ادویه‌ام که اضافه کنید دیگه عالی تر میشه. با چنگال اینا رو به این صورت سوراخ میزنید و با چاقو اینا رو به شکل لوزی برش میزنید و بر میدارید توی سینی فر میذارید. به همین شکل اینا رو میچینید مرتب. اینو به همین شکل تکرار میکنید، انجام میدید تا خمیرتون تموم بشه. دمای فر روی دمای 120 و 20 دقیقه هم زمان بدید، زود آماده میشه. الهی من بدم اما تو خوبی. الهی من بدم اما تو خوبی. یقین دارم که سترالعیوبی. یقین دارم که سترالعیوبی. بدی کردم به من خوبی نمودی. در رحمت به سوی من گشودی. با اینکه من بدم منو دعوت سوی خونت نمودی. الهی بندگی شرمنده هستم. نمک خوردم نمک دون رو شکستم. نمک خوردم نمک دون رو شکستم. امیدوارم هیچ کس نمک کسی رو نخوره، نمک دونش هم نشکنه. این آماده است که بذارمش تو فر با شما. بذارم تو فر، دوربین رو گم کردم. یه آنتراک میخوام ازتون. من اینقدر خمیر دارم تا اینجا که متوجه شدید که باید چه کار کنم. تا آماده شدن همشون که درست کنم و نشون بدم یه آنتراک کوچیک میخوام. مرسی. دو یک. خب عزیزای دلم، اینم
کلوچه دسپولیمون. ظاهرش که خیلی قشنگه. ببینم طعمش چطوره. مطمئنم با این ادویه‌های خوبی که زدم خوشمزه شده. عالی شده. حتما درست کنید. مطمئنم خوشتون میاد. مطمئنم که خوشتون میاد. امیدوارم که درست کنید، همراه با خانواده میل بفرمایید و لذت ببرید. تا آشپزخونه دیگه، خدا یار و نگهدار شما باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم. شما رو به خدا می سپارم.